خب همونطور که مشاهده میکنیم کراس سکشن ما رسم شد. فقط یک مشکلی که هست الان ما خطوط گسلی رو اینجا نمیتونیم ببینیم یا مثلا محور چین رو نمیتونیم ببینیم. برای اینکه اینها رو هم به این کراس سکشنمون اضافه بکنیم فایل های خطی اونها رو اد میکنیم به محیط آرک مپ. خب من فولد لاین و فالت لاین رو اد کردم. حالا برای اینکه اینها رو اضافه بکنیم به کراس سکشنمون لازم هست دوباره وارد آرک تول باکس بشیم و این قسمت کراس سکشن تولز رو فعال بکنیم و در این قسمت شما میایم وارد قسمت لاین اینترسکشن میشین. اینترسکشنز. خب وقتی این قسمت رو فعال بکنین باز دوباره یک پنجره باز میشه که یک سری لایه از ما میخواد. خب اولین کادری که اینجا داریم اون خط کراس سکشن ما رو میخواد. خط کراس سکشن AA بود که برای کشیدن کراس سکشن هم استفاده کردیم. فایل دم رو میخواد. این قسمت اضافه میکنیم و جهتی که ما کراس سکشن رو از اون جهت شروع کردیم برای کشیدن که ساوث وست. خب و لاین لیر همون فایل گسلمون یا خط محور چین رو میخواد که ما اینجا گسل رو انتخاب میکنیم و این قسمت میگه plot as points or lines که ما اینجا مشخص میکنیم که گسل هم به صورت نقطه‌ای به کراس سکشن ما اضافه بشن. با این قسمت هم ورتیکال با این قسمت کاری نداریم، همون عدد 1 رو بذاریم بمونه و create new picture که آدرس خروجی میخواد از ما که یک فایل خروجی براش ایجاد میکنیم. حالا من کراس 1 میذارم. سیو. و این دیتا فریمی که اینجا باید انتخاب کنیم تا داده هامون وارد اون دیتا فریم ها بشن. خب من الان این رو اوکی میکنم. شروع میکنه فرایند رو انجام میده. بعد این رو که کلوز بکنیم ببینید این نقاطی که اینجا ایجاد شده در واقع خط تقاطع گسلاتون با کراس سکشن هستش. حالا شما میتونین به همین نحو فولد رو هم انجام بدین. پس وارد لاین اینترسکشنز میشین. کراس سکشن لاینتون رو انتخاب میکنید. فایل دمتون رو انتخاب میکنین. لایه دم رو جهت رو انتخاب میکنین که اینجا ساوث وست هست و اینجا ما دیگه فالت رو انتخاب نمی کنیم. فولد لاین رو انتخاب میکنیم و به صورت پوینت هم نمایش داده بشه. با این قسمت کاری نداریم. عدد 1 میمونه و خروجی رو اینجا مشخص میکنیم. من اینجا کراس 2 میذارم. حالا شما میتونین بر حسب کار خودتون نام خاصی رو انتخاب کنین. خب دیتا فریم هم اینجا میتونین چند تا دیتا فریم ایجاد بکنین و کارهاتون رو جدا بذارین. اما چون ما داخل یک دیتا فریم میذاریم دیتا فریم لیر رو انتخاب میکنیم و اوکی. این باز این فرایند رو انجام میده. یکم طول میکشه. خب میبندیم. ببینید الان دو گروه نقطه داریم با رنگ های مختلف که من اگه سایدشون رو هم تغییر بدم یا به صورت حالا یک لیبلی براش میذارم که بشه ببینید اینا فولد هاتون هستن و این این نقاط سبز فالت ها هستن. خب این کامل شد. شما میتونین حالا به هر نحوی که هست داخل خود نرم افزار یا خروجی بگیریم و سکشن رو کامل بکشین. ممنون.